السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، الله متعال همه ما و شما را موفق از زیاد کردن به این دعاها نصیب روزی بگرداند. امروز بهر شما دو دعای را پیشکش میکنم. دعا داخل شدن به مسجد و دیگر دعا خارج شدن از مسجد. از همه شما معذرت میخواهم در دوام صحبت از بنده اگر خطاگی سر بزند. وقتی شما میخواهید به مسجد روانه شید، به مسجد وقتی که داخل میشوید این دعا را چیکار کنید؟ بخوانید. حتما فراموش نکنید به مسجد داخل که میشوید به پای راست داخل شوید. اول قدم پای راست را بگذارید و این دعا را بخوانید. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اللهم افتح لی ابواب رحمتک. باز تکرار میکنم. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اللهم افتح لی ابواب رحمتک. این دعای داخل شدن در مسجد. معنی دعا چنین است: به نام خداوند مهربان و صلات و درود بر جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم. ای بارا خدایا برای ما درهای رحمتت را گشاده بگردان. وقتی برادران عزیز شما عبادت به انجام میرسانید، میخواهید که از مسجد خارج شوید، با پای چپ خارج میشیم. بعدا این دعا را چکار میکنیم؟ میخونیم. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اللهم انی اسألک من فضلک. باز تکرار میکنم. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اللهم انی اسألک من فضلک. به نام خداوند مهربان و صلات و درود بر جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم. ای بارا خدایا من سوال میکنم، از تو طلب میکنم، از فضل تو، از برکت تو الله مهربان. این عبادت هم خودش یک برکت بزرگ است، یک نعمت بزرگ است. وقتی با این دعا را که میخونید از خارج شدن از مسجد، رحمت خداوند، برکت پروردگار در زندگانی شما الله زیاد میگرداند. کوشش کنه که در دعا از زیاد کردن کوتاهی نکنه. اصحاب پیغمبر میگه پیامبر دعا را ما را مثل یک آیت قرآن که از یاد میداد همین طور از یاد میداد. مسلمان از زیبنده هست به دعا از یاد کردن. صدقه یک دعا